کجاست ترکیه که کشور اردوغان است؟ وای به ما میگفت که قدس خط سرخ ماست. وای به ما چنین اظهارات داده میگفت. خرابی در غزه قتل عام حسابیده می شود. الله نگهبانت باد. والله تو ما را وادار ساختی بفهمیم که این واقعه ها چی معنا دارد. کجاست پاکستان که سلاح کیمیاوی دارد و این پادشاه اردن که همسایه ماست؟ او میگوید 15 سال باز با شما در تماسم. آیا من این را به شما نگفتم؟ قدس خط سرخ ماست. من به شما بارها گفتم. چرا مرا باز اینها را تکرار میکنانید؟ مگر این را گفتن من بسنده نیست؟ او به ما میگوید قدس خط سرخ ماست. الله نگهبانت باد. یعنی ما یک خط سرخ داریم، اما تو به دستی که به تو دراز کرده شده از جواب نمیدهی. ای دروغگویان، حالا این درس هایی که به ما دادید به ما چی فایده دارد؟ شما عموما شرم نمی دارید؟ مگر از کاری کرده اتان شرم نمی دارید؟ آیا شرم نمی دارید؟ همه آنهایی که در پس شما ایستادند دشمنان امتند.